در این محفل در شهر دوشنبه که اکثریت مهمانانش بانوان هستند، شام 6 اکتبر بهترین صاحبکاری زن در تاجیکستان در سال 2016 معلوم شد. در ازمونی فراح زنان صاحبکاری را که جای کار آفریدند یا تجارت خوب براه ماندند با جایزه قدردانی میکنند. امسال عنوان بهترین صاحبکاری زن و 100,000 سومانی را به طبیب منزوره غفورова دادند که نه در پایتخت بلکه در ناحیه وحدت شفاخانه خصوصی پیشرفته تأسیس داده است. ما چند کس دخترو یک جای فکر کردیم که اگر نقض میشد که یک سنتری ماید یک شویم اولشته که همه اینسترومنتو استریل نباشد، одноразовый باشد، مردم دا خدمت کرده تونیم. داوران با نظرداشت کار شفاخانه شفقت و کمک‌های رایگان آن به کودکان گرفتار فلج منزوره غفورова را بهترین بانوی صاحبکار انتخاب کردند. هدف از برگزاری ازمون که در 2 سال یک بار برگزار می شود تشویق زنان به صاحبکاری و تجارت و بیشتر کردن سهم آنها در رشد اقتصادی تاجیکستان است. با گفته برگزار کنندگان میل زنان به صاحبکاری سال به سال زیادتر می شود. در سال 2012 که ما سر کردیم زنان زیر بار مشکلات و شرایط رو به صاحبکاری می آوردند. حالا با ایده و مقصد و هدف معین به این راه قدم می نهند. مبلغ یافته هم فکرانشان را جمع می کنند و ایدهشان را عملی می سازند. در تاجیکستان تا ماه اوگوست امسال بیشتر از 250,000 زن صاحبکار ثبت نام شدند، اما بحران اقتصادی چند سال اخیر سبب مفلسی و هم دست کشیدن هزاران زن از تجارت و صاحبکاری در کشور شده است.